ما در اسلام امارت نداریم، خلافت داریم. خلافت داریم. امارتی که اینا ساختن، این ساخته یک روز ببینید که در مسکو هستن، یک روز ببینید که ما اجازه سفر ندارم. ما سالیان سال در نظربند و در زندان قرار داشتم و در حالت خراب قرار دارم. و اینا را ببینید که یک روزشان در آمریکا است، یک روزشان ببینید که در چین است، یک روزشان در قطر یک کشور طاغوتی، یک کشور کفری، بهترین مطالعه در خدمت اینا قرار دارد. و میرن گاهی با چین دست میتن. رئیس جمهور ازبکستان چی میگه؟ میگه که طالبا آدمای خیلی خوب هستن. یک رئیس جمهور مرتد، یک رئیس جمهور طاغوت از اونا خطاب میکنه که اینا آدمای خوب هستن. بقیش به الله میسپاریم. بازم دعا میکنیم که الله عزوجل اینا را توفیق بده، به خود بیاین، آن چیزی که الله و رسولش حکم کرده امور جاری بکنه. والله سبحانه تعالی اینا را اصلاح بکنه. والله عزوجل مردم را توفیق بده یک حکومت اسلامی را پایه‌ریزی بکنه. والله عزوجل همت بده به اینا که تا بتونن که اینا واقعا همون قوانینی که الله سبحانه تعالی وعده کرده امور را وضع بکنن، همون قانونی که رسول الله وعده همون قانون بیاره، مردم را در تنگنا قرار بده. این دعا را بکن. من البهو همت رياح هباء فطار القصيد يحاكي الهوى رياح السموم وكف الغيوم تنادي أهلا من جلا